با عرض سلام، امیر پناهی هستم. ای کاش میشد با انسانهای روی کره زمین سخن گفت و به زبون همه انسانهای کره زمین صحبت کرد. شما به نقشه جغرافیا نگاه کنید، خطای قرمز رو میبینید که انسانها را از هم جدا کردن. برای حفظ این خطای قرمز میلیون ها انسان تا به حال کشته شدند که این خط قرمز حفظ شود. و به غیر از اون به خاطر ادیان، به خاطر تعصب‌های نژادی و قومی انسان‌ها همدیگه رو کشتن. و بعد می‌بینیم که کارخونه‌های مختلف دنیا بمب‌هایی درست می‌کنن، موشک‌هایی درست می‌کنن 20 برابر سرعت صوت بره. 10 تن وزنشه، میتونه معادل بمب اتمی نصف یه شهری رو نابود کنه و افتخار میکنن. خب حالا تفکر کنیم کمی. ببینید دو تفکر در کره زمین وجود داره، یک تفکر علمی، یک تفکر مذهبی. عمده تفکر مذهبی میگن که خدا انسان را آفرید از خاک و بعد حضرت آدم و حوا در کره زمین اومدن و تمام انسان‌های کره زمین از نسل آدم و حوا هستن. پس اهالی کره زمین همه با هم یک خانواده هستن و بعد همه با هم خواهر برادر هستن. و بعد عقیده علمی هم که میگه انسان‌ها طی میلیاردها سال تک سلولی بودن در آب و بعد بر اثر موتاسیون یا همون فرگشت تکامل پیدا کردند و رسیدن تا به امروز که انسان و حیوان و گیاه از همون تک سلولیه به وجود اومدن. پس بنابراین اون عقیده علمی هم میگه که تمام جانداران کره زمین اهلی خانواده هستن. پس این تعصبات نژادی، تعصبات قومی، تعصبات مذهبی رو باید کنار بگذاریم. خدا گفته از اینجا تا اونجا مال ماست، همدیگه رو بکشیم به خاطر یک افسانه. ما باید تمام مردمان کره زمین رو به دین خودمون در بیاریم. تفکرات بیخود به عوض این که این موشک‌ها ساخته بشه، این هواپیماهای پیشرفته ساخته بشه که افتخار میکنن که یک نقطه رو میزنیم، ما میلیمتر رو میزنیم. خب انسان‌ها رو میکشی. موشک ساختیم که 10 متر بوتون رو سوراخ میکنه، میره اون زیر اون پناهگاه رو پودر میکنه. خب این یک موشک میلیاردها تومان و دلار پولشه. خب اینو خرج کنید که بتونید تفاهمی کنید در کره زمین، این مرزا رو کلا بردارید، تفکرات خرافی رو بردارید، کارهای فرهنگی بکنید. انسان‌ها همیشه باید اول از خودشون شروع کنن، خودشون اصلاح کنن، با مطالعه تفکرات خرافی رو بردارن. این که تو عربی، من عجبم، اون نمیدونم اروپایی، این چه نژادی داره، اون پدران ما رو کشته. بابا پدران ما رو کشته، فرزندش که به خاطر اون نباید قربانی کنید. تاریخ رو بررسی میکنن، تعصبات قومی و ملی که قوم ما از همه برتر بوده، قوم ما این افتخارات داشته. بابا همه انسانن در کره زمین، باید همزیستی رو گسترش بدیم. ای کاش میشد این صحبت‌های من با زیرنویس انگلیسی، با زیرنویس کشورهای مختلف منتقل بشه. دست از این تعصبات قومی، نژادی، مذهبی بردارید. من که طرفدار علمم و علم رو قبول دارم و من معتقدم که بهتره که این مرزها، این خطای قرمز برداشته بشه، یه حکومت در کره زمین باشه، با توافق، با رأیگیری، با توافق کلی اهالی انسان‌های کره زمین این کار انجام بشه. البته این بحث خیلی طولانیه، فقط میگم التماس تفکر. با احترام، امیر پناهی.